سلام بچه ها، اسم من روحام و امروز قراره بیایم ماینکرافت بازی کنیم. این اولین ویدیویی که توش دارم حرف میزنم، لطفا ساب کنید تا بتونم به کمم بذارم و بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. بچه ها، امروز میخوام یه مپی رو تو ماینکرافت نشونتون بدم. این مپ رو یه ماه روش دارم کار میکنم. یه استادیوم فوتباله که الان میریم با هم این مپ رو ببینیم. شاید البته کامل نیست، قراره واسه سقف بذارم، قراره یه هتل کنارش بزنم، قراره یه زمین دیگه هم کنارش بزنم. کلا کامل نیست. اگه میخواین وقت کامل شد یه شورت ویدیو هم دوندش بذارم، حتما بهم بگید. این استادیوم بزرگ منه که الان در حال دارم براش سقف هم میسازم. تا الان که اینطوریه. میخوایم امروز بریم هم یکم بسازیم سقف باشه و همینجا هم اگه مثلا چیز نشد پارتای بعدی هم میذاریم. خب اینجا رو دورتون میذارم تا سریع تا یه جایی با هم پیش بریم. Let's go. خب بچه، من گفتم الان یکم طولانیه. اگه موافقید من بعدا توی ویدیوی جدا یا همین یه شورت ویدیو سقف میسازم و کامل نشونتون میدم. بریم اول استادیوم رو ببینیم. این از چمن کلن چمن. اگه براتون سواله که چرا اینا اینطوریه، به خاطر کمبود نور من اول اسکول بودم اینا رو گذاشتم به جای همین نوری که الان دستمه و اون موقع از این نداشتم، برای همین مجبور شدم از این چراغا بذارم. حالا اینا رو برش کنید. اینجا اول نیمکت رو می‌بینیم که متاسفانه قرینه نیست، یکی نزدیک زمینه یکی دور از زمینه. اگه بیان وسط زمین کاملا متوجهش میشید. البته زیادم معلوم نیست. حالا خیال بریم ادامه. کیفیت رو نامناسب تونین و به نظر ورزشگاه آزادی خودمون هم بهتره، هم از کیفیت چمن هم از لحظ دیگه‌ای که بشه. اینجا راهرویی که اسمش یادم نیست، اگه کسی یادشه تو کامنت ها بنویسه. البته ویورام در اون حد نیستن که بتونم مثلا سابام در اون حد نیستن که مثلا کارهایی که میگم رو انجام بدید، ولی خب لطفا ساب کنید تا به اون حدم برسه. ما کلا یه رخشن داریم. بله، اینجا ما هزینه نمی کنیم اضافی. اینجا یه راه رو به بیرونه، اون جلوترم حالا بعدا نشونتون میدم. میایم جلوتر. اینجا یه پله به خود زمین گرمون شده میکنید. الان میریم اون ورم نشونتون میدم. فکر نکنم چیز خاصی بشه. اینجا میریم جلوتر. نه چیز خاصی نیست. ما الان برمیگردیم همون رو چمن تا بقیه جا هم نشونتون بدم. ببینید ما الان میریم سراغ این راه. اینجا قراره اینجا راه رو به سمت بیرون ورزشگاه. زیاد چیز خاصی این قسمت نداره غیر از اینجا هم یه ورودی به خود ورزشگاه داره. اینجا بریم بالا هم ببینیم چیه. اینجا فعلا نشونش نمیدیم تا الان یکم دیگه میریم پایین. اینجا راه رو به سمت بیرون داره. این هم همون تونله. میریم پایین تر. با از همونجا
که نشونتون دادم. میریم الان. اینجا همون راه فقط طبقه دوم. این پله هایی هم که میبینید همه جا هست، اینا راه ورود به طبقه دومه. بعد قراره هم چیزای دیگه هم اضافه کنیم. خب بچه میرسیم این به یه استادیوم خیلی کوچیک‌تر از اینجا حداقل، که هنوز هم کامل نیست و مشاهده میفرمایید. یه شیشه اونوره، اینورم که اینجا من سری بسازم. اسکیپ میکنیم اینجا رو. خب اینجا هم ساختیم. حالا میام رختکن رو بهتون نشون بدم. رختکن یه خورده بیکیفیته، ولی خب دیگه با بزرگی خودتون ببخشید. اینجا کامل نیست، گفته باشم کامل نیست، هیچی اینجا کامل نیست. من خواستم قبلش یه نشون بدم که بیکار نشسته باشیم یه جا. اینجا نمیدونم یه دخمه است. میرسیم اینجا و یه دخمه دیگه که نمیدونم چرا نرفتیم پایین. چرا نمیره بالا؟ حالا میایم بالاتر. اینجا هم یه نمای کلی از خود استادیوم داریم، اونورم از اون یکی استادیومه. این هم در خروجیه، میریم بیرون. من الانم اینجا که یه راهروی دیگه است، اونور یه راهرو بود، اینجا هم هست. اینجا هم میشه رفت پایین. اونور میرسه به یه راهروی دیگه که نشونتون دادم. اینجا که اون از اونجا اومدیم میرسه به اینجا. خب حالا اینجا که اومدیم توی برداشتگاه، اگه موافقید، اگه توی که داری این ویدیو رو میبینی به هم پیشنهاد بده به عنوان یه ویوور که من چی اینجا باید بسازم. من که دوست داشتم یه استادیوم خودم بسازم، حالا میتونم تو مایکرافت تجربهش کنم. جلوتر که میایم اینجا ما یکم نور هم اضافه میکنیم که تاریک نباشه. خب در کل مثل از این که ویدیو رو نگاه کردی، اگه میبینی لطفا ساب کن، مانیتایز بشیم تا بتونم کیفیت ویدیو رو بهتر کنم. لایک کن تا پول در بیارم. من پول میخوام، پول، فهمیدی؟ پول بده. یه خداحافظی، ما بریم کار داریم. بای.